سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز سه‌شنبه 15 اپریل در خدمت شما. دادگاه شهری ترسونزاده اعلان حکم در رابطه با سرنوشت بازار سخاوت را به تأخیر انداخت که به گفته مقامات آن را محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی غیر قانونی خصوصی کرده است. قرار بود حکم روز 15 اپریل اعلان شود. آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان میگوید که بازار سخاوت که به همسر کبیری تعلق دارد غیر قانونی ساخته شده است و باید دیگر باره به مالکیت دولت تبدیل داده شود. در این بازار دارای 670 رسته و دکان، صدها نفر کار میکنند و تاجرانش امیدوارند که حکم دادگاه به کار آنها تاثیر نمیگذارد. قریب که 2 ماه شدگی همین دکان نزدیکی به شدم، لیکن خرج من بسیار است. قریب $8000 من اینجا استفاده کردم، مصرف کردم. نمیدونم اگر این محکم کنم، نمیدونم چقدر محکم میکنم، قرضم چقدر داده میتونم. رئیس حزب نهضت ادعای آژانسی را یک نوع فشار بین حزب و رهبریتش می‌داند. در این زمان حزب نهضت گفت که سعادت شاه عدالتوف رئیس بخش حزب در ولایت بدخشان نیز دستگیر شده است. نخست وزیران روسیه و جمهوری بلاروس و قزاقستان روز 15 اپریل در شهر مسکو طرح تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند که به گفته مقامات روسیه ممکن است تاجیکستان را هم به آن قبول کنند. در استودیو با ما ادیگه مقاوین رئیس بخش قزاقی رادیو آزادی است. و ادیگه، معیارهای تشکیل این اتحاد چه است؟ تأسیس بازار یگانه یا چیزی دیگر؟ باید گفت که ایده تشکیل اتحاد اقتصادی اوراسیا اولی سالهای 90 از طرف نورسولطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد شد و سپس پوتین آن را گرفت و مطبوعات روسیه آن را همچون ایده ولادیمیر پوتین مطرح کرد. اصولهای تأسیس سازمان مثل هر سازمان دیگر بر راه ماندن همکاری‌ها بر اساس منافع مشترک و برابری است. نورسولطان نظربایف بیشتر به همکاری‌های اقتصادی در چهارچوب این سازمان تاکید می‌کند، ولی حالا واضح به نظر می‌رسد که روسیه به تقویت همکاری‌های سیاسی در دایره این سازمان نیز تمرکز دارد. اما جامعه قزاقستان به تأسیس این سازمان چی نظر دارد؟ مردم مخالفند یا طرفدار؟ ایده تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا دیر باز در میان جامعه دامن زده می شود، ولی با نزدیک شدن مرحله نهایی تأسیس سازمان و نزدیک آمدن زمان نهایی شدن عهدنامه، بعضی از تحلیلگران بر این نظرند که این مخالفت‌ها از تحولات اخیر در اوکراین سرچشمه می‌گیرد که در آن روسیه هدف‌های نهایی خود را از تأسیس چنین اتحادی نشان داد. از این رو ما هرچی بیشتر صدای مردم ناراضی را می‌شنویم که می‌گویند باید صبر کرد و سری مسئله پیوستن قزاقستان به این اتحاد دوباره اندیشه کرد، کمی و کاستی آن را برکشید. چند پیش در شهر المعطا نشستی مخالفان اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار شد که در آن مردم آشکارا نارضایتی خود را بیان می‌کردند. و آیا در آینده کشورهای دیگر نیز به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دعوت می‌شوند؟ اتحاد برابر حقوقی کشورهای عضو را در نظر دارد. همه چیز از آن وابسته است که هدف نهایی روسیه و رئیس جمهوری آن ولادیمیر پوتین از تأسیس این گونه سازمان چی است. از حالا گفته می شود که بعضی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی و مثل قرقیزستان و تاجیکستان با اختیار خود و مجبوری به اتحاد اقتصادی اوراسیا جلب می شوند. کشورهای دیگر در قوقاز و مثل ارمنستان یا با هدایت روسیه و یا با هدایت سیاستمداران خود آن کشور آشکارا گفتند که می خواهند ارمنستان هم به اتحاد شامل شود. با نظر داشتی همه این علامت ها، تحلیلگران دلیل می آورند که روسیه می‌خواهد از همین راه شوروی سابق را از نو برقرار کند. تشکر. ادیگه مقاوین رئیس بخش قزاقی رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند عزم دارند در آینده نزدیک حکم قتل را در کشور از بین ببرند. مسئله مذکور روز 15 اپریل در یک نشست در شهر دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و حامیان حقوق بررسی شد. از لحظه‌ای که ما قانون درباره اعلام کردن مراتوریا با تعیین و اجرای جزای قتل قبول کرده هستیم، جزای قتل عموما برای یگان نمود جنایت تطبیق کرده نمی شود و تعیین کرده نمی شود، اجرا هم کرده نمی شود.
در تاجیکستان از سال 2004 اجرای حکم قتل را باز داشتند و به جای آن 25 سال حکم زندان تعیین می‌کنند، اما حامیان حقوق می‌گویند این حکم باید کاملا از کدکس جنایی تاجیکستان برداشته شود. با گفته آنها حکم قتل یک حکم غیر انسانی و ظالمانه است و با کم شدن جنایت نیز مساعدت نمی‌کند. محصلان مکتب‌های تحصیلات همگانی در دوشنبه در یک نشست هنر خود را در برنامه‌سازی و تهیه وبسایت‌ها نشان دادند. در فروم سوم دانش اندوزان پایتخت که روز 15 اپریل صورت گرفت، تقریباً 100 شاگرد مکتب‌های دوشنبه 50 طرح وبسایت و منابع ذخیره معلومات را پیشنهاد کردند که از بین آنها 6 طرح بهترین صاحب جایزه می‌شود. نشست مذکور با مساعدت ریاست معارف شهر دوشنبه و مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیونی برگزار شد. و در تاجیکستان که تا چند سال پیش عباره ماهی عسل را تنها در فیلم‌های خارجی می‌شنیدید، حالا این تمایل در خود کشور دیده می‌شود. بعد آنکه تجلیل جشن‌های باشکوه عروسی در تاجیکستان ممنوع شد، حالا جفت‌های نو با خرج کم در این مراسم بعد ازدواج یا به دبی و یا به ترکیه سفر می‌کنند. اما نه همه امکاناتی سفر به خارج را دارند، زیرا اکثریت به سختی خرج زندگی روزمره خود را پیدا می‌کنند. اخبار و ویدیوهای بیشتر در تارنامه رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.